درود برای همه بیننده های عزیز شبکه های اجتماعی دلیر مومالی، اونایی که صفحه ما را پیگیری میکنند در یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک و یا فیسبوک. سال 2022 برای 28000 زیاده از 28000 آبونچه ما مبارک باشد و سپاس میگیم برای شما که دوام امسال با ما بودید و فکر میکنم که 2022 نیز با ما خواهد ماند و در این برابر سپاس میگم برای آنهایی که بیش از 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر بیننده صفحه ما هستند ولی آبونه نیستند. سپاس برای شما که صف بیننده های ما را از شمار ساعت نزدیک به 2 میلیون رسانیدید. خب چند نوشته دارم اینجا، میخوام از روی این برای شما پیام بدم و درودام بگم. خب و بازم در این برابر برای آنهای سپاس میگیم که بعضا ویدیو گزارش های ما را، صحبت های ما را به غرضانه در صحیفه های خودشون تبلیغ کردند، به یگان خصومت و غرض شخصی خودشون، تنها با منفعت ملت، با منفعت خلق و با منفعت مردم تاجیک اگر در صحیفه خودتون تبلیغ کردید، درود و سپاس برای شما عزیزا. خب چند صحیفه را من میخوام که دائم در ویدیو گزارش های خودم تبلیغ کنم، خواهش میکنم به این صحیفه آبونه شید. ما یک صحیفه داریم با نام فانوس که صف بیننده ها را از 1000 گذراندیم، از دوستیم و عبدالعزیز واسیف است. بسیار صحیفه جالب است چون گزارش ها و خبرهای عجیب برای شما پیشنهاد میکند و در این برابر همیشه خواهش میکنم از صحیفه دوستی ما ذوق تیوی، ذوق بیک سعید امینی است، همین گونه یک صحیفه شده است ذوق تیوی. ذوق تیوی که در ازبکستان هست، نه ذوق تیوی که با عکس خود ذوق بیک سعید امینی است، چون اون ویدیو تجربه ها در کوچه های شهر بسیار جالب است. ما میخوایم با یک گروه ژورنالیست ها با قول قدم های حرفوی در یوتیوب گذاریم و آهسته آهسته برای شما گزارش های خبری و دیگر برنامه و صحبت های علاهیده در سطح حرفوی در یوتیوب برای شما پیشنهاد کنیم. برام خواهش کنم از صفحه برادر ما ذوق بیک سعید امینی با نام ذوق تیوی نیز استفاده برید. خب یک مسئله دیگر است که گاه نه من قریب برابر برنامه‌های تحلیلی و تنقیدی از پیشرفت‌های وطن نیز با نام بهترین راه به سوی خانه است، با نام وطن دیگر است یا دیگر به قول خودش با گزارش‌های دیگر اگر پیشنهاد میکنم، خواهش از دوستایی که زیادتر انتظار که من ویدیوهای تنقیدی و تحلیلی پیشنهاد میکنم بعد مرا با چاپلوسی نمیدونم با اعضای این آن یا حکومت و نمیدونم گروه و نمیدونم کمیته و وزارت شامل نکنید. بسیار خواهش میکنم از پیشروی های وطن نگفتن گناه است، از اون که نگفتن که واقعا با دستگیری صاحب کار است، با قرض بیرون است. خب نمیدونم گاه خوشبختانه گاه متاسفانه وطن آباد میشد، اینا را ما باید بگیم، ولی درست که ما باید بگیم که با قرض بیرون است یا که با کمک صاحب کار است، ولی همین گوشه وطن آباد شده است. گاه از اینا من میگویم و انصاف در شما که اگر مرا نمیدونم اعضای این یا آن وزارت و کمیته و اداره میگید و چاپلوس میگید، حق شما است، چون من میخوام یک روزنامه‌نگار باشم که در برابر تحلیل و موضوعهای تنقیدی از پیشرفت‌های این وطن نیز باید بگم که این وطن واقعا من بارها گفتم که ارزش دوست داشتن دارد. خب در مورد اینکه من گاه برنامه‌های تنقیدی اگر پیشنهاد میکنم، اگر موضوعهای تحلیلی، صحبت‌های تحلیلی پیشنهاد میکنم، همیشه دوستای خودم هم در صحبت‌های روبرو هم در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن، میگن که دلیر احتیاط شو. یعنی من انصافا میخوام برای شما بگم که برادرای عزیز، ما باید از چه احتیاط شویم؟ از اونه که کدام یک رئیس، کدام یک وزیر مشکل میکند یا که من ژورنالیست پرابلم ایجاد میکنم، یا کارمند بازرسی دولتی اتومبیل پرابلم میکنه، یا کارمند بانک کنه، میدونم هر عزیز در این وطن اگر مسئولیت خودش اجرا نمیکند پیش ملت و پیش وجدان و پیش خدا، ما اگر کمبودی او را بگیم باید احتیاط شیم. اونم یک انسان است، یک هموطنی ما است که شما هم کمبودی من بگید، من کوشش میکنم که اصلاح شم و اگر ما هم کمبودی و عزیزا را میگیم باید اصلاح شم، نه اینکه دیگه را بترسونیم که یعنی احتیاط شیم. هر چیز ما را به نابودی میبرد، همین احتیاط. برای که در صحبت پرزیدنت کشور من بارها دیدم که سودیه ها را بارها تنقید میکند، صدها سودیه را از وظیفه میگیرد، صدها پروکرور را میگد که این ماشینا و این بوستان سرایا از کجا، یا نمیدونم صدها کارمند امنیت و وزارت تحلیل و تنقید میکند. یعنی ما باید بگیم از پرابلم های یکدیگر. شرط است که همه چیز فقط باید در سطح پرزیدنت مونه، تا اینکه فقط پرزیدنت کشور باید بگه. وظیفه من و ما و ژورنالیست و جامعه شهروندی چی است که اگر از حق خودمون دفاع نمیکنه و 4 نفری هم که از حق خودش دفاع میکند و پرابلم های خودش هم میگه و پرابلم های دیگران هم میگم، اونم باید با این کلمه هایی که احتیاط شو ترس دیم. خب موضوع دیگر این است که همیشه از من طلب میکنن در یوتیوب، بخصوص با برادر در اون صفحه کامنت ها که برادر دلیر ویدیوها زیاد گذار، زود ویدیو گذار.
من نمیخوام از قبیل روزنامه‌نگارا یا در یوتیوب بلاگرهای باشم که من بلاگر نیستم، اینا میگم، یعنی از قبیل اون نفرای باشم که همیشه حتی خوراکخوری و راهروی و نمیدونم بخشش، حتی بستر خواب و رقص و همه چی را رسانه‌ای کنم. من میخوام زیادتر در این صفحه ویدیوهای بمورد باشد و برای اون ویدیوهای زود انتظار نشد. خب بعضی ویدیوهای ما چی نتیجه دادن چی نتیجه ندادن این بحثش علاوه بس بسیار میگن که برای این یا اون ویدیو حتما نتیجهش را پیگیری کنیم، این بحثش علاوه برداره. مسئله من وظیفه من ژورنالیست این ایکوسی پروبلم است، حل آن در دست نهادها و کمیته و اداره های دیگر است. خب یک خواهش دیگر که دائم از من در یوتیوب تقاضا میکنه که با کامنت ها جواب بدم، بسیار خواهش میکنم هر پیام و خواهش و درخواست و طلبی که از من داریم بسیار خواهش میکنم در صفحه فیسبوکی من با نام دلیر امام علی حرفای لاتینی جستجو کنید، در اونجا برام بنویسید. بسیار خواهش میکنم. آخرین خواهش من همین است که مرا انیقترش اعضای هیچ حزب و گروه و چیز شامل نکنید. یک روزنامه‌نگار آزاد هستم که میخوام فعالیت آزاد داشته باشم. سال 2022 براتون مبارک باشد. خدا کند که سال بابرار بگذرد و شعار همیشگی ما صلح و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود.